سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه سوال قرار حل کنیم از ریاضی دوم فصل یک. فصل خیلی آسونی هستش، فقط باید دقت کنیم. نوشته چی؟ با توجه به مجموعه زیر کدام گزینه صحیح می باشد. خب گزینه‌ها رو میخونیم. این مجموعه ماه. اوکی. گزینه یک دو عضو مجموعه است. خب آیا دو عضو مجموعه است؟ خیر. 2 و 4 با هم عضو مجموعه هستند. جای خالی نه. پس این گزینه اشتباهه. در واقع گزینه دو مجموعه دارای 5 عضو است. 1 2 3 4 5. پس درسته. نه، مجموعه داره 4 عضوه. 1 2 3 4. پس این اشتباهه. 3 مجموعه داره 4 عضو است. بله. 4 یک مجموعه نمیباشه. پس این که اصلا کارش شده. به همین راحتی موفق بشید.